سلام دوستان، حالتون چطوره؟ من فینیکس هستم. امروز اومدیم با یه آنباکسینگ خفن دوستان. لایک و سابسکرایب یادتون نره، ما رو حمایت کنید و بریم ادامه برنامه بدیم با یه آنباکسینگ جذاب. ببینیم چی هست. خب دوستان، هدست بلک شارک B2 مدل B2 پرو مدل 2023 رو داریم اینجا از برند ریزر که از مجموعه تیکاب هم خریداری شده. خب دوستان، من این هدست رو آنباکس کردم چون به دلیلی که نه مایک داشتم واسه این ویدیو که ویدیو بگیرم، نه هدست برای گیم. خوش به حالی که با آرزوت رسیدی. خب اقلام داخل جعبه رو بهتون میگم، هم تجربه سختیم از این هدست. خب دوستان، یه کابل شارژ تایپ C داخلش داره که 3 ساعت شارژ میشه با خود سیستم و 3 روزم میتونید ازش استفاده کنید، شاید هم بیشتر، بستگی به استفادهتون داره. یه تبدیل USB داره داخل جعبه که میتونید ازش استفاده کنید. یه دانگل برای خود هدست داره که به خود سیستم وصل میشه که به سیستم وصل عجیبه که خود هدست هستش برش که این مایک جدا میشه دوستان. این مایک اینجا جدا میشه و جداگونه داخل جعبه هست که میتونید جدا ازش استفاده کنید. خب پدای پارچه‌ای روی هدست رو میبینید که واقعا عالی هستن که دیگه اون چرم مصنوعی نیست که پوست بشه و اینجور چیزا. بالاش هم از پارچه هستش، حتی اینا قابل شستشو هست دوستان. بالاش از چرم مصنوعی هستش. روی خود هدست یه ولوم کم و زیاد کردن صدا داریم، تایپ C داریم برای شارژ، آن و آف داریم که اگه نگرش داریم به بلوتوث وصل میشه، دکمه میوت داریم، دکمه اکولایزر تو این قسمت هستش که 3 تا اکولایزر پیش‌فرض هست برای صدا. خب این از این مایک و آنباکسینگ. خب تو ادامه برنامه نظرم درباره استفاده سفته از این هدست رو بهتون میگم، در ادامه با ما همراه باشید. A few moments later. خب دوستان، مایک رو روی گوشم گذاشتم. اوکی. پدش کاملا روی گوشو میگیره، صدای اطراف رو کاملا میگیره. صدای من از داخل مایکش هم دارین تست میگیرید که صدای واقعا فوق‌العاده‌ای داره میده. میتونید برنامه اسنپس رو بریزید و هم میتونید مایکتون رو تنظیم کنید هم هدستتون رو، که من پیشنهاد نمی کنم اینو، چون وقتی برنامه اسنپس رو میریزید تو بازی شوتینگ مثل CSGO و کال آف دیوتی صدای خوبی بهتون نمیده و باید تنظیمش کنید، انقدر تنظیم کنید اعصابتون خورد بشه. و من یه پیشنهاد بهتون دارم، سورنسانت هفته که خود ریزر رو بریزید خیلی بهتره که تو همون برنامه اسنپس هست، تو برید پایین اسکرول رو بگیرید به سمت پایین میبینیدش، هفته یک رو میریزید. خب یه مشکلی که دارید، امکان داره وقتی هفته یک رو میریزید کدشو یه کد داره، اون کد رو هم باید وارد کنید، حواستون باشه. اونایی که قبلا ریزر داشتن اون کد رو دارن، اونایی که ریزر نداشتن کد رو یه جوری از یه جعبه یکی از دوستاتون، یکی که ریزر داره، بپیچونید. خب داشتم میگفتم برنامه اسپس امکان داره هفته یک سارانسانت جواب نده رو هدستتون. چیکار میکنید؟ یه ذره پایین تر بیاد یه نوشته THX Studio. THX Studio همون نسخه آپدیت شده هفته یک سارانسانت، البته با یه ذره تغییرات بیشتر. اونو میریزید، واردش نمیشید، هفته یک براتون فعال میشه. هفته یک که براتون فعال شد صداهای بهتری از این هدست میتونید بگیرید. این نظر شخصی خودم. خب میریم تا اینجا نظر شخصیمو درباره این هدست گفتم. میریم دو تا بازی هم تست میگیریم از این هدست، با ما همراه باشید. بریم سراغ بازی هم. خب دوستان، صدای اول از بازی CSGO شروع میکنیم تا صداها رو چک کنیم.
البته من با سورنساند هفته 1 دارم تست میگیرم و نه اسنپس واقعا خوب نیست. شاید حالا شما وقتی این هدست رو خریداری کنی متوجه بشید که من چی میگم. من یه گوشی میشینم تا ببینم صداها داره از کجا میاد. صدا داره از سمت راست من میاد. صدایش خب صدا دارم میاد 2 نفرن قشنگ رد شدن. به خاطر همین میگم هفته 1 واقعا بهتره. یکی دیگه میت. خب دوستان این تجربه من بازی CSGO تا همینجا و تمامش میکنیم. بریم ادامه توی بازی دیگه تست بگیریم. این از اینجا. خب بریم بازی بعدی. دوستان تست صدای بازی هورایزن رو داریم میگیریم. خب راه رفتن روی آهن اون صدا فوق‌العاده و صدای موش که داره میاد میشنویم. صدای ورود داخل آب راه رفتنم خیلی جذابه. بازم میگم این هدست توی بازی‌های داستانی فوق‌العاده عمل کرده. تو بازی شوتینگ هم همونطوری که گفتم اگه انجام بدین فوق‌العاده است. این هدست رو میتونید با قیمت 19 میلیون یا بیشتر خریداری کنید و ازش استفاده کنید. حالا ارزش خریدن نسبت به کاراییشو داره، واقعا داره. امیدوارم که از این برنامه خوشتون باشه. لایک و سابسکرایب بازم میگم یادتون نره ما رو حمایت کنید و تا دیدار دیگه و برنامه بعدی خدا نگهدار.